دویم آمین. سوالم دادر جان همیه که ما الحمدلله هر بگاه بعد افطار مسجد میریم. نه که مسجد ما شفی امی کافکاز داغستانیان ما میریم ترابه هر چهارمون پسرها قطعی مردها ما دو دختر قطعی زنها میخونیم الحمدلله ترابه را. نه که 8 رکعت میخونن. بعد وقتی که آخر ویتر ده 2 رکعت عدل نمیخونن 1 رکعت اونجا قنوت نمیخونن هیچی نمیشه ده. دعا میکنن رکعت سیوم دست برداشته دعا میکنن این شکر نه خونو در دیگر مذهبا سنت است. یعنی اگر ترک کند نماز به یگان سجده سهوا واجب نمیشد نمازش درست است. در مذهب امام ابو حنیفه قنوت واجب است میگن. این اختلاف ها به خیر است هیچ گپی ندارد. یعنی نمازتون درست است مادامی که شما به مسجد میروید و اهلی اون کشوری که زندگی میکنید مذهب شافعی هست در قفای آنها نماز شما 100% درست است و ویتر هم قطار آنها خوانده آمدن گیرتون همین کفایه هست برایتون. اگر خواهید که با اضافگی خوانید میخوانید نخوانید به جاش قرائت قرآن و دعای و دیگر عبادت ها کنید. اگر باز شب خسته عبادت کردنی شوید همین نماز برای شما کفایتی میکنه. کسی که همراهی امام رفته نماز خواند تا مسجد جماعتش به آخر رسیدن اگر نماز خواند ثواب یک شبی پوره نوشته میشه. یعنی گویا که تا سحر شما نماز خواندید. همین قدر کفایه است. همین 11 رکعت کفایه است. شما میبینید دیگر عبادات وقتی مشغول میشید اگر وقت داشته باشید. رحمت الله دادر جان